و رسیدیم به یه تولد دیگه و چقدر خبرهای خوب. و این بارم باز عباس زحمت کشید خبر داد که تولد فرید خانومه، همکار خیلی خوب که هنوز موفق به دیدارشون نشدیم. انشالله یه روز بچه ها دور هم باشن و بتونیم یه جشن خیلی کوچولو از اینکه دور هم هستیم با هم داشته باشیم. از طرف تمام بچه های مجله فرهنگی در آبادان نیک تولدتون رو تبریک میگم. این تولد رو با سوسن خانم بیامد تبریک بگفت نیستن، ایشون هم پلو بچه های دیگه هستن اونجا، ولی از طرف همه این بچه ها من به شما تبریک میگم. براتون اوقات خیلی خوشی آرزو میکنم کنار خانواده محترمتون، دوستات و همچنین همکاراتون توی مجله داشته باشین و در زمینه کارم خسته نباشین و کمتر سال مشقت باری داشته باشین، چون واقعا کار کردن خیلی سخته این روزها و توان میخواد که خب به هر حال انشالله که شما همیشه توانشو داری. بریم یک کلیپ کوچولو، بچه ها سفارش دادن بر شما در نظر گرفتیم، ببینیم چطور شده. امیدوارم خوشتون بیاد، تولدتونم خیلی مبارک باشه. از در خونه تا سر کوچه تا میرم تنها لرزام از سرما میکشم از دل باز میشم امشو مقصدم جنگ